آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، در این شبکه ما آبونه شوید تا درس ها در موضوع های گوناگون برای شما پیشکش می شوند. درس ها از روی قرآن و سنت و این پیام ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش نیک بهره مند شوید. این درسی چهارم. در درس پیشینه موضوع درس باز شرح کتاب اصول سیگانه ما در مسئله دوم رسیده بودیم. مسئله دوم درباره چی بود؟ درباره که الله راضی نمی شود که کسی به او در عبادتش شرک ورزد و بعضی دلیل ها آوردیم و امروز رو دوام میدهیم. و الله عز و جل نهی میکند، من میکند، باز میدارد از هر یک چیزی که الله عز و جل او را راضی نیست برای ما را من میکند. چون الله عز و جل میفرماید ان تکفروا فان الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سوره زمر آیت 7. الله می فرماید که اگر کفر ورزید، ناسپاسی کنید، پس بدانید که الله از شما بی نیاز است و برای بندگانش کفر و ناسپاسی را نمی پسندد و اگر شکرگزار باشید آن را برای شما می پسندد و از شما او را قبول میکند. باز الله عز و جل در سوره توبه 9 آیت می فرماید که فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله میگوید که اگر از آنان راضی شوید، یقینا الله از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. کفر و شرک را الله عز و جل هرگز راضی نمی شود از شما. هر آینه الله فرستاده است رسولان را و فرود آورده است کتابها را برای مبارزه بر ضد کفر و شرک و برای نیست کردن کفر و شرک. خلیک الله عز و جل می فرماید در سوره انفال 39 آیت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. الله می فرماید که با آنان بجنگید تا فتنه از کفر و شرک بر جای نماند، برهم خورد و دین یکسره یکسان برای الله باشد. پس اگر از کفر خود دست کشیدید، الله عز و جل کفر و شرک را برای شما راضی نیست، پس واجب است برای هر یک مؤمن و مسلمان به کفر و شرک باید راضی نباشد. برای مؤمن و مسلمان رضاگیش و غضبش این تابع رضاگی الله و غضب الله است. چه چیزی که الله را در غضب میارد، پس از او مؤمن و مسلمان باید در غضب باشند و چیزی که الله را خوش می آید، پسند می آید، باید مؤمن را باید هم پسند آید. و همین طور اگر الله کفر و شرک را راضی نیست، پس برای مسلمان لایق نیست که با کفر و شرک راضی باشد. امر شرک بسیار خطر است. خلیک الله عز و جل میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سوره نساء آیت 47 الله میگوید که بیگمان الله این را که به او شرک ورزند نمی بخشد، شرک را الله نمی بخشد و کمتر از آن را برای هر کی بخواهد می بخشد و هر کس برای الله همتای قرار دهد، شریک قرار دهد، گناه بزرگ مرتکب شده است. باز الله عز و جل می فرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. سوره مائده 72. باز الله عز و جل می فرماید که هر کس برای الله همتای شریک قرار دهد، الله بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش دوزخ است و برای ستمگاران هیچ جاوری نیست روز قیامت. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی که روز قیامت به نزد الله رفت، با الله واخورد و به الله شریک نورزیده باشد، موحد باشد، وارد بهشت می شود. و کسی که با الله روز قیامت واخورد و به او در دنیا شرک ورزیده است، پس وارد
دوزخ می شود. مؤلف کتاب می فرماید که سیوم ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سوره مجادله آیت 22. مؤلف میگوید که کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اطاعت کند و الله را به یگانگی بشمارد، برای او روا و جایز نیست که دوست دارد کمک کند، خواب زبان باشد، خواب دست باشد، خواب پول باشد، کمک کند کرا آن کسانی را که بر ضد الله و رسولش مبارزه برند، بر ضد قرآن و سنتش مبارزه برند. روا و جایز نیست دوستداری آنها، کمک آنها، اگر که نزدیکترین نزدیکی تو باشد، خویش و تبارت هم باشد، پدرت هم باشد، جایز نیست او را دوست داشتن و کمک کردن در اون کاری که او هست ضد الله و رسول است. برای همین میگه دلیل میبیارد مؤلف کتاب سوره مجادله. الله میفرماید که مردمان را یا کسان را نخواهی یافت یا که هیچ گروه را نمیابی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را به دوستی بگیرند، به آنها مهرورزی کنند، آنها را کمک کنند، با زبان باشد، با دست باشد، با مال باشد، که به الله و پیامبرش دشمنی ورزیده باشند، یعنی دشمنی الله و رسول باشند، هرچند که آنان پدران یا پسران یا برادران و یا خویشاوندانتان باشند. چرا که آنها کسانی هستند که آنانی که کافران را بد میبینند، دوست نمیدارند، کسانی هستند که الله ایمان را در دلهایشان ثابت فرموده و با روحی از جانب خیش نیرومندشان ساخته و آنان را در باغهای بهشتی که نهرها از پای درختان آنها جاری است وارد میکند. کسی که به الله ایمان دارد و به رسولش ایمان دارد و دشمنان را بد میبیند و با آنها دوستی نمیورزد، جزای او چی است؟ الله او را وارد بهشت میگرداند. در آنجا جاودانه هستند. خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز از او از الله خشنودند. آنان حزب الله هستند. آگاه باشید که تنها حزب الله پیروز و رستگارند. برای همین مؤلف کتاب میگوید که مسئله سیوم این چه در بر میگیرد؟ این ولا و البراء را در بر میگیرد. ولا و البراء ای دوستی در راه الله و بیزاری جستن از چی؟ از کافران. این چی است؟ این اصلی بزرگی است، چه که الله عز و جل در قرآن فرموده است. باز یک چند دلیل از قرآن میبریم. چه که الله عز و جل میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مائده 51 آیت. الله میفرماید که ای کسانی که ای قومی که ایمان آوردید به الله و رسولش، یهودان و مسیحیان را پشتیبان و دوست خود مگیری که آنها در برابر شما دوست و پشتیبان یکدیگرند، هرگز پشتیبان شما نیستند. و کسانی از شما که آنها را ولی و دوست خود بدانند از آنها هستند، از جمله آنها الله گروهی ستمگاران را هدایت نمی کند. باز الله عز و جل می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سوره توبه آیت 23. ای مؤمنان، پدران و برادران و همسران و فرزندان و هر یک خویشاوندان دیگر را یاوران خود نگیرید و تکیهگاه و دوست خود ندانید. اگر کفر را بر ایمان برتری دهند، کفر را اختیار کنند و بیدینی از دینداری در نزدشان عزیزتر و گرامیتر باشد، کسانی که از شما ایشان را یاور و مددگار خود کنند یقینا ستمگارند. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و مال و ثروت‌هایی که جمع کرده اید و تجارت و سودایی که از کسادی آن بیم دارید میترسید و خانه‌هایی که به آنها دلخوشی کرده اید نزد شما از الله و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، پسندیده تر باشد، پس منتظر باشید تا الله فرمان قهر خیش را به اجرا درآورد و خداوند گروه نافرمان روان را هدایت نمی کند. باز در آیت دیگر الله عز و جل می فرماید قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله عز و جل در این آیت می فرماید که همان برای شما در روش ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودند سرمشق نمونه الگوی نیکوست. آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آن چی به جای الله می پرستید یا که شرک می ورزید بیزاریم. ما به آیین شما کفر ورزیدیم و میان ما و شما دشمنی و کینه و بغض و بدبینی پدید آمده است مگر آنکه به الله یگانه ایمان بیاورید. یعنی که ما باید کافران را، دشمنان الله و رسول را بد بینیم. اون کسانی که به دین الله و رسولش مبارزه می‌برند، دشمنی می‌ورزند، اون کسی که دوست می‌دارد، اون کسی را که به الله و رسولش دشمنی دارد، پس این دلالت می‌کند که ایمان او ضعیف است. از روی عقلم نیست که انسان دوست دارد چیزی را که یا کسی را که همون کسی دشمنی محبوب اوست. محبوب ما کی است؟ الله و رسول. و موالات، دوستداری کافران این در کدام حالت است؟ در چی ظاهر می‌شود؟ در کمک آنها، دستگیری آنها با قول باشد، با دست، با عمل باشد. در آن که آنها در کفر و گمراهی هستند این شکی نیست که منافی ضد ایمان است. پس واجب است برای مؤمن دشمنی و مبارزه و بیزاری جستن از آن کسی که به الله و رسولش دشمنی دارد، حتی اگر که نزدیکترین انسان برای او باشد. ولی نصیحت او را و دعوتش برای به سوی حق اجباکی ندارد که دعوتش کنه به سوی حق. مؤلف کتاب میفرماید که اعلم ای بدان ارشدک الله لطاعته، ای الله تو را به طاعتش راهنمایی فرماید. ان الحنیفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. پاکی ملت ابراهیم در چیست؟ دین ابراهیم که تو الله یگانه عبادت کنی و خالص دین برای او بدانی. و بذلك امر الله جمیع الناس، برای همین چیزهایی که در بالا گفتیم امر کرده است. الله همه را امر کرده است. همه را به چی امر کرده است؟ به توحیدش، یگانگی پرستشش. و خلقهم لها، و حتی آنها را برای همین، برای توحید و یگانگی خودش آفریده است. چون که الله عز و جل میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من نآفریدم جنیان و انسیان را مگر برای عبادت، ای برای توحید. و معنای یعبدون ای یوحدون، معنای که عبادت این ای که به توحید، به یگانگی شناختن الله عز و جل. کلمه رشد میگوید که استقامت، پایدار یا که برپا شدن در چی؟ در راه حق. طاعت چی معنی دارد؟ میگه طاعت این چی است؟ این میگه امام میگوید که موافقت المراد، ای موافقت کردن آن چیزی که الله میخواهد و رسولش، موافقت همون کار کردن، ای ادا کردن آن چیزی که امر کرده است و ترک کردن اون چیزی که الله حرام کرده است. حنیفیه چی معنی دارد؟ میگه حنیفیه این ای پاک بدن از شرک و بینا و ساخت شده است به چی؟ به اخلاص،
برای الله عز و جل. ملت چی است میگه راه و روشی که ابراهیم علیه السلام به همون راه و روش سیر میکرد. ابراهیم کیست؟ ابراهیم این خلیل الرحمن است، خلیل الله است. خلیل این از میگم حبیب و خلیل درجهش بلندتر است. چون که الله عز و جل میفرماید سوره نساء آیه 135 و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله عز و جل ابراهیم همچون خلیل برای خود گرفت. پدری پیغمبران است. مؤلف میگه که ان تعبد الله، میگه عبادت چیست؟ یعنی انسان خاکساری میکند، سرخمی میکند برای الله، تن میدهد. فروتن است در چی؟ در محبت الله تن داده است و در بزرگی الله سر فرود میآورد. به چی؟ به ادا کردن آنچه که امر کرده است و دوری جستن از آنچه که نهی کرده است. به کدام روی؟ به کدام پهلو؟ به همان پهلویی که الله و رسول گفتند، به همون پهلو، به شریعت الله، پیروی از شریعت الله. اما عبادت چی معنا دارد؟ خودش مفهوم خاص عبادت چی معنا دارد؟ خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. میگه عبادت خودش چی معنا دارد؟ میگه عبادت این اسم نامی است که جامع، یعنی در برگیرنده همه چی، هر یک چیزی که الله او را دوست می‌دارد و او را راضی می‌شود از سخنها، از قولها، از اعمال، از ظاهره، عملهای ظاهری و عملهای باطنی. عملهای ظاهری کدام‌اند؟ نماز و روزه و جهاد و همه اینها. عملهای باطنی کدام‌اند؟ ترس، بیم، توکل به الله، دوستداری، محبت، امیدواری، همه اینا اعمال باطنی، اعمال قلبی هستند. از چی؟ بسیار است از دیگر شریعت‌های اسلام. اخلاص چیست؟ اخلاص میگه این چی است؟ این پاکی، یکسر پاکیزه کردن. از چی پاکیزه کردن؟ از همه چیزی که در او چی است؟ شک و شبهه است. از همه چیزی که در او چی است؟ پلیدی است. پاکیزه کردن. مراد در همین جا چیست؟ که الله که بنده وقتی که یک عبادت انجام میدهد، همون عبادت برای چی؟ راه و رازگی الله انجام دهد، رسیدن به رازگی الله، که غیر الله باید کسی عبادت نکند، نه فرشته مقرب باشد، نه پیغمبری فرستاده باشد، همه اینو باید ترک کند. چخلی که الله عز و جل میفرماید ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. سوره نحل آیت 120. سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حقگرا پیروی کن که از مشرکان نبود. ای الله امر میکند که پیروی کن. چرا پیروی کن؟ آیینی، ای راه و روشی کیرا؟ ابراهیم علیه السلام و پیروی کن که او پاک بود از چی؟ از شرک پاک بود، راه راست بود و از جمله مشرکان نبود. مؤلف میگوید که و بذلک، ای به همون دینی پاک، ای پرستش الله خالصا برای او، این همه را امر کرده است که خالص، پاکیزه دین فقط برای الله پرستیدن، الله تنها پرستیدن و برای همین هدف آنها را آفریده است. شریک الله عز و جل میگوید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. سوره انبیاء 25. شریک الله عز و جل میگوید ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده ایم مگر این که به او وحی کرده ایم که معبودی به حق شایسته عبادت جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید. الله بزرگوار را فقط پرست. حتی الله امر میکند که مرا پرستش کنید. همه پیغمبران به همین مقصد فرستاده است که پرستش الله را یگانه. برای همین برادران و خواهران گرامی، خواه در عبادت چرا در بر میگیرد؟ دعا را در بر میگیرد. در دعا باید به الله شرک نورزیم، در امیدواری، در بیم و ترس، در حکم باید شریک نورزیم، در ذبح کردن، در همه نمود عبادت همون عبادت را برای الله خالص برای الله کنیم و در همون عبادت ها به الله شرک نورزیم. اگر خواهیم که کامیاب شویم، اگر خواهیم که رستگار شویم، اگر خواهیم که جنت درآییم، باید ما الله یگانه پرستیم. باز درسی ما دوام دارد. درس آینده درباره توحید و نمودهای آن سخن میزنیم ان شاء الله. و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.